به من گفتن که شما کافر هستی. خب دلیل چی است که من کافرم؟ نه، شما در ارتداد کفر شما هیچ شکی نیست. چرا؟ شما در یک کشوری زندگی میکنی که در رأس آن طاغوت است. گفتم خب کجا برم؟ الان کدام کشور اسلامی وجود داره که اونجا طاغوت حکومت نکنه و من برم در اونجا حکومت بکنم؟ گفت بیا موصل، عراق، اینجا بیایید، ما اینجا به شما دفتر میدیم، به شما تلویزیون میدیم، فلان میدیم، در اینجا دعوت بکنید. عقل رو ببینید، مغز رو ببینید. در نزد اونها انصاری یک کافر مرتد است. چرا؟ چون که در سایه یک حکومتی زندگی میکنه که در نگاه اونها در رأس این حکومت طاغوت است. رأس طاغوت است، وزرا طاغوتن، همه ارگانهای دولتی طاغوتن و این مردمی که در این سایه این حکومت زندگی میکنن ولو این که این روش حکومت رو یا این اعمال حکومت رو تایید نکنن کافرن. این است اعتقاد اینها. این گونه انسانها رو تکفیر میکنن. شما تصور بکنید بهترین علما و دعوتگران جامعه رو تکفیر میکنن، مباح الدم میدانن. همینطور